در نیویورک خبرنگاری را دیدم که او را خیلی خوب میشناختم. میشه با شما صحبت کنیم؟ و متوجه شدم او هم مرا خیلی خوب میشناسد. سلامتی آقای سلامی. قربان شما. سلامت. شما خوبید؟ با توجه به شناختی که از او داشتم، نظرش را در مورد تحریم داروهای بیماران خاص پرسیدم. مثلا این بیمارا رو میشناسی؟ بیماران پروانه‌ای ان اینا ایبی و اینا رو متاسفانه چون تقریبا نمیتونن دارو بگیرن و اینا. مثلا نظر تو نظر در جریان نیست مسائل افغانستان تحریم. او به من گفت خبرنگار تلویزیون افغانستان است. افغانستان. این آقای به اصطلاح خبرنگار مدعی بود که در جریان تحریم‌های ایران نیست. Nice meeting you. Thank you so very much. Yeah, sure. I have a question sir about Iran. اما در قامت خبرنگار اینترنشنال پیگیر حمله رژیم صهیونیستی به ایران بود. آیا شما برنامه حمله نظامی به ایران را دارید؟ حتی به ایران اینترنشنال نمیتونم اینو بگم.